حضرت حکیم علامه مولانا شفیعی طحنوی رحمت الله تعالی علیه میفرمودن که من هر زمان بر یک عیب و ضعف و کوتاهی خودم، حضرت اینو تواضعاً میفرمودن، مطلع میشم به صورت ویژه در مواعظ و صحبت‌ها و نصیحتام، رو همون تکیه میکنم تا به برکت وعظ و نصیحت و رحم بر دیگران خدا بر خودم رحم بکنه، در خودم اصلاح بیاره. حاج امدادالله مهاجر مکی رحمت الله تعالی علیه ایشون میفرمایند که گاهی وقتا بعضی دوستان میان میگن میخوام با تو تعلق اصلاحی برقرار کنیم، تو امور تربیتی و اصلاحی خودمون با تو مشوره بکنیم. منم در دل خودم میگم خیلی خوب، یا او منو میکشه به خدا وصل میکنه یا من اونو میکشم به خدا وصل میکنم، این دوستی فلاحی و باللهیه، با همین نیت قبول میکنم، میگم خوبه. یا حضرت حاج امدادالله مهاجر مکی رحمت الله تعالی علیه زمان میفرمودن که من در قدم اون افرادی که در جلسات من شرکت میکنن کامیابی و فلاح و اخروی خودم رو میبینم. اینهایی که میان در جلساتم شرکت میکنن حرف منو بشنون، نصیحت منو گوش کنن و من دلالت به خیر کرده باشم، الدال علی الخیر کفاعله، کسی که دیگران رو دلالت و راهنمایی به یک کار خیر میکنه و طرف میره اون کار رو انجام میده بنابراین دعوتی که داده شده، اینجا دو تا اجره، یه اجر مال خود اون عمل کننده هست و یه اجر مال اون کسیه که این انگیزه عمل رو در طرف مقابل ایجاد کرد، دعوتش داد به این کار خیر. اکابر ما حتی اگر در مقام اصلاح و ارشاد می نشستن دعوت می دادن، باز هم خودشون رو از اون کلمات و جملات مستقیم نمی دونستن.